چی آوردم براتون امروز؟ مینی پروژکتور شارژی با کمترین حجم، بیشترین قدرت و از اون کالاهایی که فلفل نبین چه ریزه. آقا بیا بشکن ببین چه تیزه. ببینین خیلی راحت. نمایشگر دیجیتال داره از 25 50 75 و 100%. چیزی که شاید باورتون نشه پورت یو اس بی داره و میتونین ازش به عنوان پاور بانک استفاده بکنین. نورای مخلوط، سفید، آفتابی، میکس و حالت چشمک زن و تازه یه چراغ قوه هم داره. این همه کار توی پروژکتور کوچیک، فوق العاده کوچیک و مهمتر از همه 2 تا باتری قابل شارژ که میتونین هر موقع خراب بشه براشون دارین ازشون استفاده بکنین. کالاییه که واقعا مقرون به صرف است توی این روزای بی‌برقی.